میخواد از تنبلی با من صحبت کنی؟ من خواهشو دارم، میگه تنبلی نمیخواد. خب پارسا اول بذار دوجم حرف بزنه. دوجم الان این برنامه رو 20 دقیقه بود کامل نگاه کردی. خب الان خلاصه‌شو تو برای ما توضیح بده، پارسا هم گوش کنه، منم گوش کنم. ببین خلاصش این بود که گفت ببین منصور چه خبر؟ این همش همین یاد گرفتی. خب پارسا تو چی یاد نه گرفتی؟ شوخی کردم، وایسا بگم. ببین با برنامه یادت میره. گفتش نه به خدا گفتش که برنامه اینطوری بود که میگفتش ببین وقت واسه تو وای نمیسه، زمان واسه تو وای نمیسه، واسه تو صبر نمیکنه. خب اینطوری نیست که همیشه وقت داشته باشی، یه موقع وقت تمام میشه. بعدش مثلا تو اگه تنبلی به جای اینکه مثلا بری تو یه روز مثلا 20 صفحه بخونی، برو مثلا یه صفحه بخون، 2-3 صفحه بخون، کم کم هی مثلا بیشترش شد اینطوری. بعد آره دیگه تقریبا یه چیزای اینطوری بود تا یه اندازه. خب پارسا تو بگو بعدش من میگم. گفت مثلا تو میخوای تصمیم بگیری، نه باید تصمیم بگیری، باید یه راست بری کار رو انجام بدی. چرا اصلا منصور چی شد از این تنبلی صحبت؟ چون که هممون تنبلی. بعدش چیه؟ الان موضوع بحث دیگه، الان یه بحثیه راجع به تنبلی داره میکنیم. کار میکنیم. آقا با شما از صبح تا شب همینجایی که کجا کار؟ تو چرا کار نمیکنی آدمو؟ بابا شما هم کار نمیکنی، منم کار نمیکنم. خب منم تنبلم، شما هم تنبلی. اصلا هیچ کدوم ما تنبل نیستیم. خب هیچ کدوم تنبل. الان راجع به تنبلی حرف بزن موضوع. تو چیکار میکنی تنبل نیستی؟ بیرون نمیزنی. ای بابا تو 24 ساعته تو خونتی. باشه من تنبلم. خب تو که تنبل نیستی توضیح بده. میزنی. بابا منو ول کن ای خدا. چی گیر دادی به من تنبل ترین آدم روی کره زمین. خب الان راجع به تنبلی چه موضوعی داری حرف بزنیم؟ منو ول کن فقط. تو چیکار کردی؟ پیامبر صلی الله وقتی که داشت خرما میخورد به پسری که خرما میخورد نمیگفت که من خرما میخورم. و وقتی پسر را نصیحت کرد که دید که خودش خرما نمیخوره. چه ربطی داشت؟ نفهمیدی؟ پیامبر صلی الله گفته که وقتی خودم داشتم خرما میخوردم نباید میگفتم اون پسر خرما نخوره، چون حرف من روی اون تأثیری نداره. یعنی اینکه وقتی تو تنبلی نمیگی که من تنبلی نکنم، چون حرف تو روی من تأثیری نداره. شما اول عجاد پاشو حرف تو و ماتیاری هیچ کدومتون روی من و دوژم تأثیر نداره. باشه فهمیدیم. الان تو که تنبل نیستی بیا به ما بگو دیگه. ما تنبلیم، تو به ما بگو حرف تاثیر داره برای من. راجع به حرف پیامبرم یه دونه نکته دارم میخوای بگم. پیامبر چی میگه؟ گفته منی که دارم خرما میخورم نمیتونم به یه بچه بگم خرما نخور چون خودم دارم میخورم. نه اتفاقا یه پیرمردی بود همسایه‌مون بود. خب ایشون تریاک میکشید، سیگارم میکشید. بعد این برمیگشت به ما همیشه نصیحت میکرد، میگه بچه‌ها بیاید این نصیحت منو گوش کنید. میگفتیم چیه؟ میگفتیم بزرگ شدید نه سیگار بکشید نه تریاک بکشید، چون زندگیتون به گاه میره، مثل من میشید. برای اینکه مثل من نشید، منم دوست دارم نوشته، برای اینکه مثل من نشید این کارو نکنید. بعد ما حرفشو گوش کردیم، خیلی هم خوشحالیم الان. خودش هم معتاد موند و معتاد مرد.
خرما فرق داره. خب خرما با سیگار و تریاک. اون پیرمرده در واقع یک آینه عبرته، اما خرما مثلا یه چیزیه که پسره داشت بیش از حد میخورد، مثلا تأثیری نمیذاره روی آدم. مثلا مثل قند مصنوعی نمیدونه که آدم کبد چرب بگیره. آها. ولی بالاخره اون تازه از خرما بدتر بود دیگه. حالا بذار من توضیح بدم. گوش کن. الان توی این ویدیوه نمیدونم چند دقیقه شو دیدی، چند دقیقه دیدی یا اصلا نگاه نکردی؟ من آقا دایی خودم سیگار میکشه به من میگه سیگار نکش، خب خودت هم نکشی. خب اون نمیتونه نکشه ولی میتونه به تو درس زندگی یاد بده دیگه. متوجه شدی منظورم؟ تو نیازی نیست که حتما بری از یه آدمی که سیگاری نیست یا سیگار رو ترک کرده درس زندگی یاد بگیری. تو میتونی از یه معتاد درس یاد بگیری. از به لقمان گفتن ادب، چقدر با ادبی. ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبا. رفته پیش آدمایی مثل همین دوژم و اینا، مثل ماتیا، اینقدر اینا فوش دادن از اینا ادب یاد گرفته. یعنی اونا بی ادب بودن ها، همچنان بی ادب موندن. حالا مگر می شود از بی ادبان ادب یاد گرفت و از معتادان پاک بودن رو یاد بگیری؟ هر دوی اینا میشه با یک فرمول. حرف پیامبر رو با گوی سگ یکی کردم دیگه، تمام شد. حرف پیامبر رو با گوی سگ من و تو یکی کردیم. ببین نگاه کن، هم میشه مثلا معتادا پاک بودن رو یاد گرفت، هم میشه از چی اسمش بی ادبا ادب رو یاد گرفت. فرمولش اینه که هر کاری را که اونا کردن تکرار نکنی، برعکس اینطوری شد. آره یکی از فرمولاش میتونه اون باشه. یکی از فرمولاش هم اینه که حرفاش هم میتونی گوش کنی، حرفاش درسته حرفاشو انجام میدی دیگه. اون داره با صداقت میگه من معتاد شدم، زنم منو ول کرد رفت، بی پول شدم، بدبخت شدم، الان دیگه نمیتونم ترک کنم، میبینی دارم میکشم، همچنان میکشم، کلی مریضی گرفتم. تو از حرفاش هم میتونی درس زندگی یاد بگیری. میگی من مثل این نمیخوام بشم، من نمیخوام آیندهم مثل این بشه، برای همین دیگه تریاک نمیکشی. به خدا من از اون یاد گرفتم. من ماتیا رو دیدم رفته لیسانس حقوق گرفته به جایی نرسیده دیگه. الان ماتیار شده آینه عبرت من. بعد من یه بار اینو جلوی ماتیار گفتم ماتیار مثلا ببخشید قبل مزخایی این حرفم گفتم، من منو میوت کرد بهش برخورد. خب ماتیار جنبه نداره آخه، جنبه نداره. حرف با ادبی هم بزنی ناراحت میشه. من نمیدونم چجوری شما با این آدم این همه مدت سر کردید. بعد من که اینقدر با ادبم، من که اینقدر با ادبم، باز همون رفتارهای ماتیاری رو روی منم سوار میکنید. الان دیدید یه مظلوم اینجا هست، میگن بیا منصور دهنشو بگایم، یا ازش آتو بگیریم کونشو پاره کنیم، اسم مادرشو پیدا کنیم هی بیایم مادرشو فحشکش کنیم، مثلا یه همچین چیزایی. مدرک جمع میکنید، مثلا از من مدرک جمع میکنید، منو کونی میکنید، منو اینجوری میکنید اونجوری میکنید. چرا؟ چون همون بلاهایی که ماتیار سر شما آورده میخواید حالا تلافی کنید، دنبال آدم میگردید این کارها رو سرش خالی کنید. من دارم این انتقام رو توی چشم شما میبینم، مخصوصا دوژم همش دوست داره انتقام بگیره، چون ماتیار رو میخواد پاره کنه.
منصور ما حتی آه. داریم مشاوره میگیریم که بتونیم چجوری بتونیم کون ماتیار بزنیم. نه من بلد نیستم کنوماتیار خودم هم اصلا پیشنهاد نمی کنم. میخوایم انتقام یک یه چرخه راهی بی پیدا پایان است. کنیم. ای بابا انتقام یک چرخه آقا بی ما پایان است، میخوایم اصلا یه جا باید ول کنی، یه جا باید ببخشیش دیگه. میرم آقا، ما میخوایم یه جا ماتیار رو جلو آینه قدی بکنیم. نه نکن، بعد من که میگم نکن دیگه. آقا آرزو بر جوانان این نیست، این هر کاری که خاصه. ماتیار کرده رو شما نکنید، برعکسش رو انجام بدید، چون ماتیار بیادب. خب الان بذار برگردیم سراغ تنبلی. الان از یه آدم تنبلی مثل منصورم میتونید زرنگ بودن رو یاد بگیرید چطوری تنبل نباشید، مثل منصور نباشید. حالا آماده ای؟ من از اون پسره که تو یوتیوب شنیدم دارم میگم دیگه. نگاه کن، اولین کار این توضیح میده مغز ما چجوری کار میکنه. مغز ما برای موفقیت و برای امتحانا، قبول شدن تو امتحانا و برای رفتن به آلمان ساخته نشده. یعنی مغز شما فقط اینجوری ساخته شده که همیشه تو خونه بشین مثل ماتیار، مثل دوژم، سفارش غذا بده، برات غذا رو بیارم بخوری، برگر کینگ بیاد جلو در خونه بخوری. مغز همینو میخواد، چون برای بقا ساخته شده. میگه من گشتمه، زنگ بزن رستوران بیاد. الان ماتیار هم همین کارو میکنه دیگه، گشتش میده یا مادر بزرگش براش یه دیگ غذا درست میکنه، اون قابلمه رو کلا تا آخر میخوره. یه بستنی هم میخره، از این بستنی کیلویی ها 1 کیلو 2 کیلو میخره، بزن بر بدن تاق تاق تاق. منصور چیکار میکنه؟ منصور هم همونجوری از جاش بلند نمیشه بره کارهای زندگیش انجام ما بده. که علت این که منصور بلند نمیشه از جاش اینه که تو زندگیش روتین نداره. روتین یعنی چی؟ یعنی روتین نوشتن. الان میخوای وسط حرف من بپری، بپر نوبت بگو کجاشو ایراد داری. من همه گفتم. المیرا کیه دیگه؟ آجی یه نفر بهم بیارش. پیام داده خب ببین المیرا. المیرا خب ببین ما پسره میخوای بکنه چی؟ چیز بیارش میخواد تو گروه. چیزت بزنه. بگو بیا من به این کال. دختر بگو بچه پیام دادم دختر بچه بلاک بهم گفت کرد مادر جنده. چی گفتی بهش مگه؟ بعد من به این دختر بچه که امروز چیز کردید پیام فرستادم سین کرد، اصلا به کلیدش هم حساب نکرد. وی گم شو، اصلا هیچ کی رو آدم حساب نکرد. ولی خوب شد بلاک نکرد منو. بهش گفتم کوچولو چند سالته؟ هیچ اصلا. بذار بیارمش بهش بگم بیا کال. هیرو المیرا رو نه کوچولو بیا. بذار من حالا ادامهشو بگم. راستی. ادامه. آجی ولی عجب کسی بود، مثل اینکه آجی المیرا همشون کسن. المیرا من چون تا حالا یادم. قبلا هم چند تا المیرا بچه ها دیده من بودم، ریپم. همشون کس بودن. بچه ها این منو سربازای ماتیار رگباری بلاک کردن، یعنی قطاری ها کلی آدم منصور منو تو بلاک کردن. تو کسبازی زیاد کردی، نظر تو چیه در مورد المیراها؟ من چه میدونم چیه نظرم. ببین منصور تو کسبازی دومه، چون من اولم. من تو کسبازی اولم. چطوری میشه دعوت فرستاد؟ خب بیاره. همین دختره رو میگی بیارم؟ اگه اومد خوبه آره. دیگه، اگه اومد خبرم کنی. خب افزودن اعضا رو بزن، من آیدیشو زدم کپی کن. اینجا الان هست. میاره.
الان هست. یه لحظه اجازه بده من حرفم تمام میشه. ساکت شو یه لحظه. خب اذیتش نکنید، با ادب صحبت کنید اگر اومد. خب من داشتم میگفتم نگاه کن. الان بذار به مخصوص دوژم بگم. دوژم هستی؟ اگه نیستی فعلا نگم. دوژم داره میرینه. ای بابا. خب بذار اون طرفشو بگم. آماده ای پارسا؟ خب الان چند تا روش گفته که تو بتونی موفق بشی. گفته که ما با آشپزی هم یاد بگیریم، شام و نهار واسه خودمون درست کنیم که نه مثلا منت مادر یا مادر بزرگ رو بکشی، نه منت آبجی، نه اینکه از رستوران غذا بخریم، نه اینکه مثلا برش بستنی بگیریم. قرمه سبزی مثلا شما بلدی درست کنی دوجم؟ بابا اصلا دوژم نیست. دوژم داره کار داره. گوش کن، من همین تنبلی رو بذار بگم. تنبلی خیلی مهمه پارسا. یه بار بحث رو خراب نکن دیگه. بحث رو نرین توش دیگه. بذار من تنبلی رو ببندم، بعد ضبط رو میخوام ببندم. ضبط رو که بستم برای ارسلانم میخوام بفرستم. خب الان برای تنبلی گفته که مغز ما همیشه آسون ترین راه رو انتخاب میکنه. مثلا آقا بگیرم بخوابم یا مسواک بزنم، میگه بگیر بخواب. مثلا آقا من الان برم شهر یا نرم شهر، برم بیرون یا نرم بیرون. اگه این سوالا رو از خودت پرسیدی یعنی بدون که زندگیت بگاهیه. تو نباید هیچ موقع از خودت سوال بپرسی. تصمیم گیری رو کلا باید از زندگیت حذف کنی. یعنی میگه که همین توی یوتیوبه میگفت تصمیم گرفتن این که بکنم یا نکنم، این خودش مثل یه گلوله است که داره شلیک میکنی به پات. یعنی تفنگ شلیک کنی. بس باید چیکار کنی؟ باید روتین یاد بگیری. روتین چیه؟ روتین به نوشتن میگن. یه دفتر باید بخری، اگه داری یه دفتر از تو کمدت بردار بیا. بعد تو این دفتره کارهایی که فردا باید بکنی رو بنویس. کارهایی که امروز باید بکنی رو بنویس. اگر کارهایی که فردا باید بکنی رو تنبلیت گرفت ننوشتی، فردا بنویس. یعنی همین که از صبح پا شدی، الان صبح زوده، خب ساعت 7 صبح. البته دوژم که ساعت 12 بیدار میشه. دوژم 12 بیدار شده. پارسا خودت ساعت چند بیدار میشی؟ بگو به من آقای پارسا. من 6 صبح یا 5. اوفه، همین 6 5 صبح یا 6 بیدار. صبح. دمت گرم، خیلی خوب صبح بیدار میشه. آفرین. من امروز ساعت 9 بیدار شدم. حالا تو وقتی بیدار میشی، میرم وقتی اول مثلا دوش آب سرد. این روتینته؟ میرم دوش هر روز آب سرد. همون صبح زود میری دوش میگیری؟ آفرین. خب باشه. آره آب سرد. بعد باشه منم میرم اون کارو میکنم. الان دوش آب سرد رو گرفتی، بعد بیا داخل اتاق اومدی، اون دفتر رو برو نگاه کن. ببین بنویس برای روز امروز چه روزیه؟ امروز چه روزیه؟ من بلد نیستم، بگو. مستر سارلی چه خبر؟ امروز دوشنبه است. مسخره بازی در نیار امروز دیگه. 12. مستر مدگور سارلی. بابا امروز ادا 12 در نیارید، صدا دارم ضبط میکنم. خب بذار مسخره بازی نکنید. خب نکن. بذار بس جدیه بابا، کیریش نکن بحثو. چشم آقای سارلی. بذار برای من بذار سو من سو بابا ادا من در نیار پارسا. پارسا بیا داخل بحث دیگه، داخل بحث بیاد. مسخره بازی من نه. ای بابا، هر چه سوال داشتی سوال بپرسی. جدی باش، باشه جدی بابا باش. آقای فکر کن خب به احترام آقای سارلی. آقا، فکر کن رفتی پیش یه معلمی، استاد دانشگاه است، داری ازش یاد آقا میگیری ولی نکنه که با خودمونیه. مسخره بازی در نیاری.
حالا نگو فکر کن دیگه تو استاد نگو دیگه تو هم دو جمعی سارلی. میگم صدا رو دارم ضبط میکنم واسه تو داری میگی پارسا مثلا باز زن نیاد. آقا این خب ما داریم جدی صحبت میکنیم، تو مثلا چرمت بابا باز گل کرده. باشه اب نه چرمتو الان من گوش کن. نمیدونم کی میخوابه. مغز برای بذار من شروع کنم. هر نه جایی من که سوال داشتی این من سوال رو دقت کنید برای اینکه حواستون پرت میشه. بذار بریم سراغ دوژم تو امتحان علوم داری گفتی هفته بعد شنبه علوم داری. الان تو باید چیکار کنی؟ حساب کتاب کردی چند صفحه است؟ نزدیک 87 صفحه است، نزدیک 90 صفحه است. روزی چند صفحه باید بخونی؟ روزی 30 صفحه. از فردا گفتی میخوای بخونی. آیا نوشتی؟ نه ننوشتی. الان یه کاغذ یه دفتر برمیداری اون 30 صفحه رو مینویسی. این شد هدف فردا هدفت چیه؟ 30 صفحه درس بخونی. الان اون 30 صفحه رو باید به 5 تقسیم کنی، به 5 بار. مثل اینه که نماز 5 بار میخونی صبحونه، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. عین همون باید درس بخونه. اولی صبح 6 صفحه، ظهر 6 صفحه، بعد همین عصر دوباره 6 صفحه، مغرب 6 صفحه، عشا هم 6 صفحه. فهمیدی؟ سرجم 6 5 تا چقدر میشه؟ 30 صفحه. یعنی تو 30 صفحه رو میتونی به این توری دونه دونه 6 صفحه جدا کنی. برای همین راحت میتونی کارتو انجام بدی، فشارم بهت نمیاد. من الان برنامه‌ریزی کردم برات نوشتم و خودت هم باید روی کاغذ بنویسی ساعت دقیق این که این 6 صفحه رو کی بخونی. این 6 صفحه رو ساعت 9 صبح میخوای بیدار شدی باید بخونی، بعد ظهر باید بخونی، بعدش عصر، بعدش مغرب، بعدش عشا. الان تا اینجا اوکی؟ من مثال برای کتاب درسیت آوردم. هستی یا نه؟ نمیدونم. آره هستم. باش. الان مثلا من مثلا قدیما که درس خوندنم گل کرده بود، آفرین. مثلا روزی یه فصل ریاضی مثلا کار میکردم، یه فصل علوم، یه فصلم فارسی. این یه جور روتینه برای بچه درس خوندن که شب دیگه نمیذاشتم مثلا برای شب امتحان کلاس هفتم و هشتم و نهم باش. دوره الان شب امتحان در حد دوره است. من آفرین. میرفتم امتحانم رو میدادم، بعد خب. 20 الان اینا همه قطاریه. یعنی باید تو اولی رو بلد باشی بعد بری دومی رو بلد باشی بعد بری سومی. اولی چیه؟ من اینا رو نوشتم. نگاه کن. از مغزت سوال نباید بپرسی. اگه سوال بپرسی من درس بخونم یا نخونم تمام شد، باختی. یعنی همین که بپرسی از مغزت بگی دوژم جان یا امیر جان الان کتاب رو وا کنم یا وا نکنم تمام شد، باختی. یعنی چرا باختی؟ چون سوال پرسیدی از شد. مغزت. این مغز ما باید اما سوال نه بپرسه. هیچکی نباید سوال بپرسه، گور بابای سوال. الان دوباره بهت میگم. الان توی این مثلا یوتیوبه داشت اینو میگفت مشکل شماها اینه که سوال میپرسید از مغزتون. نباید سوال بپرسی من بکنم یا نکنم، بکنم نکنم و میگفت اصلا نپرسید. اینا رو قبلا باید یه شب جلوتر تو دفترت نوشته باشی. حالا بگیم ما هممون کنگوشاد عالمیم. خب صبح زود که بیدار شدیم تازه یادمون میفته که اینا رو باید بنویسیم. کوروش و میا یعنی رو ما میشناسید؟ کوروش و میا. یعنی ما همون موقع که مثلا تو ذهنمون اومد بکنیم یا نکنیم مثلا تصمیم بگیریم، یعنی نه
همون لحظه که این سوال رو از خودت پرسیدی، یعنی بدون که کل راه ها اشتباه رفتی، تمام شد، بگاه رفت، تمام شد. معلومه که مغزت بهت میگه بیا بگیر بخوابیم، بابا درس چیه، کتاب چیه، هندسه و حساب چیه. اگه سوال بپرسی از مغزت، تمام شد. تو روتین رو از دست دادی. روتین یعنی چی؟ روتین یعنی همون نوشتن قبل انجام دادن کاری. من کوروش و میار داشتم نگاه میکردم یه روز، خب اون اوایل که برنامه‌هاشون خوب بود، الان که همش کیری شده، سعی کن نخندی، کسچرت و کسچرت. خب الان اون موقع میا گفت که من یه شب قبلتر خب میام اینا رو مینویسم. حالا داخل تبلتش مینوشت با مداد اینا رو مینوشت. فردا صبح که بیدار بشه باید چیکار کنه. میگفت حتی اینقدر دقیقا مال یه هفته هم مینویسم. اینجوری هم هست. و برای ساعت به ساعت زندگیش نوشته بود. بعد میگفت صبح که بیدار میشم اولین کاری که میکنم این تبلت تخمی رو باز میکنم، نگاه میکنم ببینم لیست کارام چیه، باید چه کارهایی انجام بدم. میگفت همیشه هم همه رو نمیتونم انجام بدم و باز تنبلی میاد سراغم، ولی میگفت بیشتر کارامو میرسم، بیشتر کارامو انجام میدم. مثلا وقت ناخن دارم میرم ناخنم میگیرم، اگر موهام باید درست کنم، همون باید بکنم، باید به کوروش کس بدم، همه اونا رو نوشته. بگو. من یه جوری مثال میزنم. به کوروش کس بدم. آره دیگه، به کوروش باید کس بدم، اونم نوشته. خب من یه جوری دارم به شما توضیح میدم که بتونید یاد بگیرید، راحت بره تو مغزتون. که منظور این یوتیوب، برنامه یوتیوب که الان نگاه کرد، من دوباره نگاه کردم، چیه؟ از دوژم پرسیدم. دوژم مسعود میرسی تو روتین داری؟ من روتین حرف زدن دارم. روتین نه جغ. تو روتین جغ داری. روتین جغ دارم. 3 روز. روزی 3 دفعه. این میشه دیسیپلین تو منصور. یعنی تو واسه خودت دیسیپلین داری، میگی من روزی 3 دفعه باید بزنم. دیسیپلین. واقعا خوبه داشتن دیسیپلین. حالا دیسیپلین میدونی چیه؟ همون روتین. دیسیپلین یعنی آره همونه. همون روتینه. دیسیپلین یعنی که مثلا من مثلا صبح برم صبح زود بیدار شم برم پارک و نیم ساعت بدوم. هر روز این روند رو باید تکرار کنم. این میشه دیسیپلین. در حالی که مثلا در حالی که ماتیا در خوابی عمیق ساعت 5 صبح فرو رفته است، من پا میشم و در سرما میدوم و دوش آب سرد میگیرم. کلا با سردی سر و کار دارم. این میگن الان دیسیپلین. باشه، همین دیسیپلین یا همین روتین رو دوباره توضیح میدم. نکن ما چرا می نویسیم. الان دلیل این که می نویسیم رو میتونی به من بگی؟ من پیش خودم میگفتم بابا تابلوی دیگه، فردا باید ظرفا رو بشورم، باید برم ورزش کنم، باید برم دوش بگیرم، باید برم درس بخونم، باید برم پیاده روی کنم. یعنی همه اینا مشخصه، ولی چرا بازم می نوشتم؟ چرا باید اینا رو بنویسی؟ دلیلش رو نمیدونیم. اگه دلیلش رو ندونی 2 روز دیگه یادت میره. من برای همینه میگم باید دلیل کاری که میخوای بکنی رو باید بدونی. الان چرا میخوای بری آلمان؟ به من بگو دلیلش چیه که میخوای بری آلمان. شما همین دلیل رو فراموش میکنی. تو برای چی رفتی؟ خب من برای رفتم که پول پارو کنم، خب بعدش برگردم ایران کس بکنم. خب الان فکر کردی ایران تو رو راه میده؟ نه دیگه، فکر کردم تا اون موقع انقلاب میشه، بعدش میام کس میکنم. خود دیگه تا از کجا میدونی من دوژم هدف نداری؟ الان بالاخره یه دلیل داشتم دیگه. این دلیلم بود، هنوزم یادمه. دلیل تو چی بود میخوای بری آلمان؟ دوژم تو اول دلیل تو. نه اول خودت بگو چی میترسی. بالا من ببین چقدر آسون بود دلیلم. نه میخوام دوژم چون این ایده رو داد دوژم بادم چون مثلا
دوجم الان سوپر داره نگاه میکنه، داره جه میزنه. ولش کن دوجم، تو خود جواب دوژمی بده. نه دوژم بابا این جمع پلنو دیگه چی؟ دوژم هدفت از سفر به آلمان چیه؟ آزاد. میخواد آزاد بشه. اصلا هدف میتونه یه چیز مسخره باشه. من میخوای برای دوجم یه هدف درست کنم. هدفت اینه که بیای بری مکدونالد، غذا مکدونالد رو بخوری، هم رستوران مکدونالد بری. این میشه هدف تو. هدف منصور چی بود؟ منصور گفت من میرم اونجا کار میکنم، پول در میارم، بیام ایران کس میکنم. همین هدف من، به خدا همین بود، چیز دیگه ای نبود، چیز دیگه به غیر از این نیست. الان هدف تو چیه پارسا؟ من میخوام کار کنم، مثلا یورو درارم بفرستم ایران که پدر مادرم برام مثلا ساختمون بزنن. آفرین، این هم میشه هدف تو. دمت گرم. این هدف رو باید هر روز به خودت بگی، پررنگتر بشه که بتونی بیای آلمان. اگه این هدف رو نتونی حفظ کنی، تو کلت نمونه، فردا ازت بپرسم، فردا یه چیزی کسچر بگی به من، و معلومه که اصلا هدفت نبوده دیگه، آلمان هم نمیری. خب الان بذار همین روتین رو بهت توضیح بدم. روتین چرا مهمه؟ چون که هر چیزی که روی این کاغذ می نویسی قرار نیست که فردا انجامش بدی، چون بدن تو نمیکشه این همه کارها رو مثل ربات انجام بده. حتی خود اون میا همه کارهاشو نمیرسید انجام بده. درسته مینویسی، ولی بازم مینویست. چرا مینویسه میا؟ که فردا باید به کوروش کس بدم، فردا باید ناخون کاری کنم، موهامو درست کنم، برم کانال یوتیوب رو بزنم، فیلم نامه یوتیوب رو قبلش بنویسم، سعی کن نخندی رو جور کنیم. الان اینا رو برای چی مینویسه؟ به نظرتون چرا مینویسه؟ جوابشو میدونی؟ من یه سوال دارم برای میا که هر باش. روز به کوروش کس میده، چرا هنوز بچه دار نشده؟ بکنم کاندوم میذارن. خب الان اون سوال جواب بده، چرا میا اینا رو مینویسه؟ مثلا به کوروش کس بدم و چرا مینویسه؟ برای اینکه یادش نره انجام. نوشتن کمک میکنه که اون کار رو حتما انجام بده. خب، جوابات نصف نیمه بود. دوجم تو جوابت چیه؟ نه هیچ. جواب چی؟ آقا یارو بابا چرا مینویسه، میا جواب من مینویسه؟ نصف نیمه نیست. نصف نیمه. خب یارو جواب من مینویسه. ببین کسی که مینویسه حتما مثلا اجراش میکنه. بذار نوبت برنامه دوجمه دیگه. هی دوباره همون حرفات ما تکرار کنی. نوبت دوجم. بابا دوجم یه هم آدم چیزی حساب راجع کن. به برنامه ریزی یک روز بگم. شما اگه تو کل روزت بخوای جغ بزنی، بخوای تفریح کنی، حتی اگه روتینت بخواد مثلا خوردن خوراکی و رفتن به شهر بازی باشه، بنویسی بهتره. یعنی حتی اگه بخوای چرا تفریح کنی. چرا این چرا رو جواب بده. خب نمیتونی. خب بذار دوجم جواب بده. ولی دوجم میدونم چرا خوبه میا. دیگه. میام میگه من به کوروش کس میدم، خب کس دادن کار خوبیه. بابا کاری با اما کس دادنش نداریم. چرا مینویسه؟ مینویسه من انجام تا بتونه انجام بده. اگه ننویسه انجام نه نمیده، یادش میره و دچار پرسیدن سوال تو ذهنش میشه. و وقتی سوال بپرسه که بکنم یا نکنم، دیگه اون موقع میا کارو باخته و روزش خراب میشه. آره تمام. تقریبا الان نزدیک شد. خب این دفعه بهتر جواب دادی. بذار حالا تو دوجم تو نمیخوای حرف بزنی؟ خب سوال چیه؟ بابا سوال اینه که میا چرا مینویسه که من فردا میخوام به کوروش کس بدم؟ چون کسخله. میدونی چرا؟ جواب اینه. تمام شد. وایسا چرا؟ چون که آقا تو من کس دادن یادت میره. تو هر وقت حال کنی کس میدی، هر وقتم بعدت مثلا حال نداشته باشی هر وقت حال داشته باشی کس میدی، هر وقت حال نداشته باشی کس نمیدی. حالا بذار جواب بدم. دخترها برعکس ما پسرها تستوسترون بالا ندارن، تستوسترونشون خیلی پایینه و
اگر از یه دختر بپرسی، حتی از زنت هم باشه، خب زنت هم باشی، به من میدی یا نمیدی، مغزش سریعترین جوابی که بهش میده میگه نه نمیدم. چون اونا خیلی کم تحریک میشن، مثل ما نیستن تون 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 هی تحریک بشن بیان لنگاشونو بدن بالا. چرا ما باید بنویسن؟ چرا اون چیز مینویسه؟ به خاطر اینکه فردا تو تصمیم گیری گیر نکنه. فردا که شد این سوال آیا بدم آیا ندم، این سوال از خودش نپرسه. چون اگر آیا بدم آیا ندم میگی دیگه شکست خوردی. مغزت بگو دیگه، الان میخوای حرف بزنی بگو دیگه، وسط حرف من پریدی دیگه، بگو دیگه. نه بگو باشه بگم. الان من این مثال برای خنده دارم میگم، همیشه. من 2 دقیقه لازم باشه دمت گرم. نکن، برای خنده دارم میگم این قضیه رو. خب مثلا من فردا میخوام 1 ساعت بدوم، خب اینو باید بنویسم امشب. خب فردا میرم این کاغذ رو برمیدارم، این دفتر رو از رو میز برمیدارم، نوشته منصور میخواد 1 ساعت بدوه از ساعت 8 تا 9. خب الان اینو نوشتم، الان اینجا جلوش ننوشتم آیا منصور میخواهد بدود یا ندود، بله خیر. اگه اینجوری بشه خب معلومه که مغز من میگه نه دیگه، بگیر بخواب بردی که برای چی میخوای بدوی. ولی وقتی اینجا نوشته منصور باید این کار را بکند، دیگه نه آره داره نه نداره، من میرم انجامش میدم، چون اصلا همه چی مشخصه. فکر کردن انرژی میخواد، خب تصمیم گرفتن انرژی میخواد، انتخاب کردن انرژی میخواد. به پزشکیان میخوای رأی بدی یا به اون یکی جلیلی؟ الان اینجا انرژی، مغزت انرژی میخواد، فکر باید بکنی. اصلا من از شما یه سوال میپرسم، از دوشم یه سوال میپرسم، خب دوشم چی جواب میده؟ سریع ترین جواب بکیرم جواب میده، میگه بکیرم، چون بکیرم انرژی نمیخواد دیگه، بکیرم. حالا به من چی؟ حالا من چیکار کنم؟ این میشه آسون ترین جواب. برای همین تو اینا رو مینویسی، وقتی نوشتی فردا کارت مشخصه، یعنی خیالت راحته که فردا باید این کسچرها رو باید انجام بدی. همه اینا کسچر، کل زندگی کسچر. الان تو باید دیگه میدونی باید چیکار کنی، دیگه نوشتی دیگه، 1 این 2 این 3 این قشنگ نوشتی. الان شاید هم انجام ندی یا شاید نصف نیمه، شاید 2 تاش انجام بدی، ولی بازم اینو یاد بگیر، اینو خود این نوشتن رو باید روتین کنی. خود این که من باید فردا چه غلطی بکنم. الان دوزم تصمیم گرفته از فردا که سه‌شنبه است، خب 30 صفحه بخونه، چهارشنبه هم 30 صفحه بخونه، پنجشنبه هم 30 صفحه بخونه. خب الان اینو باید بنویسه دیگه، بعد باید بری بخونی. فردا صبح اولین کارت باید باشه اینو بگیری بخونی. آقا خوندم. خب الان دیگه حق انتخاب نداری، الان دیگه سوال از خودت نمیپرسی، دیگه نوشته همه چی تابلو. حالا بریم بعدی. حالا معنی روتین رو فهمیدید یا نه؟ روتین یعنی نوشتن. انجام بدی یا انجام ندیش، خب اون دیگه به خودت بستگی داره، ولی حداقل بنویس دیگه، کارهایی که میخوای فردا بکنی بنویس. بریم بعدی. قانون 2 دقیقه. کجا میخوای بری؟ حالا راجع کلا میخوام برم. میخوای بری کجا؟ همینطوری کنم دیگه، حال ندارم، میخوام باشه برو یه جغ بزن بیا. بذار من با پارسا صحبت نمیخوام بزنم، کلا حال ندارم، میخوام یکم برم، بعدن حالا میام. باشه دیگه، اشکال نداره. برو. بچه‌ها من الان برم، شاید دیگه منو تو 10 روز 15 روز اینا دیگه نبینید، کاری ندارید به خاطر امتحانات. باشه. دیگه تصمیم کبرا رو گرفتی؟ تصمیم کبرا رو گرفتی؟ شاید همون موقع رفتم. آقا شاید کاری ندارید من برم. شاید من اومدم باشه برو دیگه، ولی حداقل میذاشتی من تو خواهرانیم تمام بشه بعدش برو. باش سخنرانی تو بگو تمام برم. آره نکن، زندگی صبر نمیکنه. الان من دیدی 30 سالم شده، به اندازه کیر خرم هیچ کاری تو زندگیم نکرد.
ولی زندگی چون خیلی فکرای خوب دارم، میگم کانال یوتیوب بزنم، پول در بیارم، برم فلان جا نگهبانی بدم، 2000 یورو 200 میلیون میشه، 200 میلیون در بیارم، همه تو ذهنمه، همش تو ذهنمه. بعد مثلا به دختره پول بدم، دختره عکسای کتشو برام بفرسته، مثلا این دختر پایینیه هست، اسمش چیه، اسمشم بلد نیستم، موقع اینو بزنم براش پول بفرستم، از این فکرای کسچر دیگه. خب برم جنده خونه کس بکنم، پول پارو کنم، واسه پدر مادرم پول بفرستم، جی تی آی 6 رو بخرم بازی کنم، پلی استیشن 5 پرو بخرم، از این فکر. خب ولی اینا همه فکر دیگه. موقعی که عمل کنی اونجاست که تو موفق شدی تو زندگی. چجوری باید عمل کنیم؟ باید یاد بگیریم که بدون انگیزه کارامونو بکنیم. باید یاد بگیریم که وقتی که بی حال شدیم قانون دو دقیقه رو انجام بدیم. قانون 2 دقیقه چیه؟ آقا بیام ببینم، آقا من حال ندارم درس بخونم، حال ندارم برم خونه رو تمیز کنم، حال ندارم برم ورزش کنم. الان قانون 2 دقیقه چیه؟ آقا من میرم بیرون 2 دقیقه ورزش میکنم، تمام شد. بعد 2 دقیقه میخوام برگردم. اینجوری خودتو گول میزنی. آقا من 2 دقیقه میخوام درس بخونم. آقا 2 دقیقه رو همین که بازش کنی 2 دقیقه میخوای بخونی، همون 2 دقیقه میشه 4 دقیقه، همون 4 دقیقه میشه 6 دقیقه. بعد که 2 دقیقه تمام شد، حالا 2 دقیقه تمام شده، خب درس خونده 2 دقیقه درس خون، تمام شد. الان برو یه دستشویی، یه غذا بخور، دوباره قانون 2 دقیقه رو دوباره اجرا کن. دوباره بگو 2 دقیقه میخوام درس بخونم. 2 دقیقه بخون، دوباره کتاب پرت کن، دوباره برو بیرون یا بیا تلگرام، خب یه دوری بچرخ، یه کسمشنگ بازی در بیار، دوباره برگرد، دوباره بیا 2 دقیقه درس بخون. و اینجوری آخر اون قلابه گیر میکنه به اون ماهیه. کتاب چیه؟ کتاب اون ماهیه است. قلاب چیه؟ قلاب تویی که داری هی قلابه رو میندازی تو آب که میخوای این ماهیه رو بگیری. همین که قلابه گیر کنه دیگه تمومه. فقط کافیه قلابه گیر کن. همین که قلابه گیر کرد ماهیه رو گرفتی دیگه، تمام شد، موفق میشه اونجا. این به خاطر همین میگه 2 دقیقه 2 دقیقه. در مورد تصمیم کبرا، خب هیچ موقع تصمیم کبرا رو نگیرید، چون تصمیم مال کبراست. ما اصلا تصمیم نمیگیریم، ما فقط هر چیزی که روی کاغذ نوشته رو همونا رو مثل یک فرمانده انجام میدیم. من یادتونه گفتم آلمان اومدم، من پیاده آلمان اومدم، خدا شاهده. اگر من میخواستم بشینم متر کنم، خب یعنی این متراشو میخوای حساب کنی، نزدیک از تهران تا خود آلمان نزدیک 14,000 کیلومتره. باورت میشه 14,000 کیلومتر رو من چجوری باید با پای پیاده برم؟ اگر اینو میخواستم حساب کتاب کنم حتما میگفتم گوه خوردم، غلط کردم. ولی چجوری رفتم؟ گفتم بابا همینجوری الله وقتکی میریم جلو، قدم به قدم، هی قدم 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 برداشتم، رسیدم آلمان. همین شوخی رسید آلمان. میخوای یک کتاب تموم کنی، شوخی تموم میشه. میخوای مدرک بگیری، مدرسه میری، مدرک رو میگیری. میخوای گواهی نامه بگیری تو آلمان، همین شوخی میری، یه دفعه میبینی گواهی نامه رو گرفتی. یعنی همه چیزا، مثلا من دوست دختر میخواستم پیدا کنم، شوخی رفتم پیش دختره بهم گفت بیا شماره‌مو بهت بدم، بیا با هم رفیق بشیم. خیلی هم دختر خوشگلیه، کله زردم هست، چشاش هم سبزه. یعنی شما همه چی رو سخنرانی تموم شوخی. شد، من برم. باشه بخوای بری. آره داری نری. با هوش بودن یعنی این که مثل یه میگم اسکل کاری ادامه نداری بدی. برم. باشه برو تمام شد دیگه، سخنرانی الله تمام شد. بعدن ضبط شدهشو برات میفرستم. خب نگاه کن، تنبلی یه ویروسیه که داخل بدن تازگی ها اومده، ویروس مغزیه. قبلا داخل بدنت همچین ویروسی نبوده. بچه که بودی اصلا تو تنبل نبودی. پارسا قبول داری اینو؟ بچگیات از دیوار راست بالا میرفتی، از درختم بالا میرفتی. چرا؟ چون تو اصلا تنبل نبودی.
آدم تنبلی. الان جدیدن تنبل شدی، الان منصور جدیدن تنبل شد. من خدای شاهده، من اون همه راه رو از تهران کوبیدم اومدم تا آلمان، خیلی هم سر حال بودم، اصلا هم احساس تنبلی نمیکرد. بعدا یواش یواش اینجا پول مفت آلمان رو خوردیم، 50 میلیون رو خوردیم، یه دفعه شدم تنبل. ویروس تنبلی رفت توی مغزم، الانم بیرون نمیاد. الان منصور شده کنگوشادترین آدم روی کره زمین، از خود ماتیارم کنگوشادتر شده. هر چیزی رو با کسشری شروع میکنی، بعد موفق میشی. آدمهای باهوش، آدمهایی که پولدار شدن، فکر میکنی چجوری پولدار شدن؟ یه کاری رو هی مثل اسکولا انجام دادن، هی انجام بده، هی انجام بده، پولدار میشی دیگه. خب الان تو میخوای مثلا من خودم بگم من میخوام خونه رو تمیز کنم. خب مثلا خیلی این کار دوست دارم، تمیز کردن خونه. اول بدم میومد، بعد رفتم جلو آینه، هی گفتم من خوشم میاد، میخوام خونه رو تمیز کنم، میخوام یه دختر آوردم بگیرم بکنمش. خب تو دختره رو میخوام بگیرم و دختر اومد نگه خونه چقدر کثیفه. برای همین همیشه توی ذهنم اینجوری فکر میکنم که میگم اگر یه روزی یه دختری اومد گفت منصور میخوام بهت بدم، من بتونم خونم بیارم بگیرم بکنمش دیگه. برای همین خونمو همیشه سعی میکنم تمیز کنم. الان میخوام تمیز کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع میخوام بکنم. اول میگم بیام چی رو تمیز کنم؟ ظرفا رو میشورم، ظرفا رو شستم میذارم کنار، میگم این تموم شد. بعدش یه خورده استراحت میکنم، استراحتی کردم، حالا میگم دیگه بعدی چیه؟ لباسا رو میندازم تو ماشین لباسشویی، میشورم، میام بیرون. میگم حالا بعدی چیه؟ بعدی نگاه میکنم دیگه چی کار باید بکنم. مثلا اینا رو باید جارو کنم، زمین رو باید جارو کنم، زمین رو جارو میکنم، تمیز میشه. به همین راحتی. یعنی به همین راحتی تو میتونی یه خونه رو تمیز کنی. الکی تو میتونی آلمان بیای، الکی خونه تمیز کنی، الکی آلمانی یاد بگیری، الکی میتونی. مثلا من میخوام آلمانی یاد بگیرم. خب من خیلی برام فشار میومد، میگفتم من میخوام روزی 400 تا کلمه یاد بگیرم. پارسا خدا شاهده، میگفتم 400 تا میخوام یاد بگیرم. ولی 400 تا نباید بگی من میخوام 400 تا یاد بگیرم. بگو من میخوام فقط 4 تا یاد بگیرم، 4 تا کلمه. نکن 4 تا کلمه توی روی یه روز یاد گرفتن بهتر از اینه که سنگ بزرگ برداری نتونی بلندش کنی. 3 روز میخونی، بعد 3 روز دوباره میشی کنگوشاد، میگه ای بابا ولش کن بابا نمیتونم. بس باید چیکار کنیم؟ پس باید کوچیک سنگ کوچیک برداری. میخوای یه خونه رو بسازی، با یه روزه نمیتونی یه خونه رو بسازی همینجوری مثلا این دستگاه بذاری خونه رو بفرما از جل صغیر پیاده کنی یه خونه درست شد. نه، باید آجر به آجر درست کنی. چرا؟ چون مغز ما اونجوری گنده میبینه، یه چیزی رو ما گنده میبینیم، میگم برم انجامش بدم، انجامش نمیده، میگه بیا برو گم شو. اگه من بهت بگم 14,000 کیلومتر راهشه، تو دیگه نمیای. ولی بگم دونه دونه بیا، هر کشوری بیا، بعد کشور بعدی بیا، بعد کشور بعدی بیا، بهتم هی بگم آسونه، نترس، فقط حرکت کن، راحت میاد. ما اولش خیلی میترسیدیم، ولی داداشمون میگفت بابا حرکت کن، فقط تو حرکت کن، خودش اتوماتیک یه دفعه میبینی رسیدی آلمان. اصلا نمیفهمی چجوری رسیدی آلمان. اینقدر به تو راه خوش میگذره، همش ترامادول میخوری و میخندی. زندگی خیلی جالب میشه. یعنی بهترین خاطره من، حتی از خاطره سربازی هم بهتر، همین خاطره آلمان اومدنمه. یعنی اینقدر بهم خوش گذشت، نگو نپرس. خیلی حال داره. حتی خیلی از بچه‌ها هستن میگن ما دوست داریم دوباره برگردیم بوسنی، از بوسنی دوباره گیم بزنیم تا ایتالیا. اینقدر خوششون میاد، دوست دارن دوباره بیان همین کارا رو بکنن. خیلی حال میده، خیلی. چون چیه؟ چون تو زندگیت هدف پیدا میکنه. تو فیلم ماتریکس یه چیزی میگه که تو هدف داشته باشی تو زندگی دا، یعنی انگار زنده. ولی اگر هدف نداشته باشی تو زندگی، دیگه انگار مردی. الان شماها یه هدف دارید تو زندگیتون، ولی منصور کنگوشاد هدف نداره. من الان هدف رو گم کردم.
ولی شما هدف داری، مثلا آلمان میخوای بری، مثلا میخوای بایرن مونیخ میخوای بری، میخوای بری باشگاه بایرن مونیخ فوتبالش رو نگاه کنی، مثلا یه هدف داره دو جمع میخواد ساندویچ بخوره، تو یه هدف داری میخوای پول جمع کنی خونه بسازی توی ایران. بگو نوبت توه، میخوای حرف بزنی حرف بزن. بایرن مونیخ. بایرن مونیخ. آره نه من دارم من شنوندم. من شنوندم. من خب الان امروز چی شده؟ شنوندم. امروز چی شده؟ بچه خوبی شدی، شنونده شدی، خوب شدی. بله منش. آره برای اینکه الان ببین تو من حتی خودم خیلی وقت اگه بگو. تو مثلا امروز صبح و دیشب ساعت 2 شب خیلی کس شعر میگفتی، اما من با وجود اینکه حرفاتو قبول ندارم ولی باز گوش میدم، مثل ماتیار نیستم میوت بزنم یا مثلا فوش بدم به چیز. آفرین. اگه اونجوری منش هست، اگه اونجوری هستی بیشتر اونجوری بمون. من شنوندم. آره آفرین. خب گوش کن، من الان یه آدم تنبلی هستم ولی مثل همون قضیه معتاد است، تو از یه تنبلم یه چیزی یاد بگیری غنیمته، یه چیز خوب یاد بگیری. 3 تا اتفاق میفته که تو ممکنه بعد اینکه حرفای من شنیدی به کیرت حساب کنی. اولی اینکه میگی منصور خودش تنبله، هیچ گوی نیست، خب من برای چی بیام حرفای تنبل گوش کنم؟ این یک، اینو مغزت بهت میگه. خب یعنی کل حرفای منصور رو میریزه تو سطل آشغال، توی ذهنت یه قسمتی هست به نام انباری، میندازه تو انباری، بعد یه مدتی هم فراموش میکنه. به همین راحتی. دومی بی حال شدن، یعنی اگر بخوای انجام بدی، اگر بی حال باشی، گشنه باشی، خسته باشی، هر چی باشی، انجام نمیدی. یعنی اگر خسته باشی هیچ موقع هیچ کاری سختی رو انجام نمیدی. سومی اینه که میگی از شنبه انشالله، یعنی میگی از فردا، الان انجام نمیدم، از فردا میخوام انجام بدم. خب همین از فردا انجام دادن یعنی هی فردا رو دوباره میگی، فردا دوباره میگی، فردا فردا فردا، بعد یه دفعه میبینی 3 ماه گذشته هنوزم هیچ کاری نکردی، هیچ کار نکردی، نه آلمان اومدی مال نه آدم کربلا اومدی. بگو. این مال آدم باهوشه. آره من چرا میگم میخواید بیاید آلمان از الان دنبال قرص ترامادول باشید؟ چون شما از الان باید کارهای کوچیک رو انجام بدی. کارهای کوچیک یعنی چی؟ اون آجرها رو پیدا کنی. آلمان رفتن مثل درست کردن یه خونه است. یه خونه میخوای درست کنی، برای اینکه خونه درست کنی باید اول آجر پیدا کنی. این آجرها رو ورداری دونه دونه بذاری تو کوله پشتی، من ببینم تو آماده رفتن شدی. یعنی تو الان کوله پشتی داری؟ میگی آره دارم. شلوار خوب داری؟ میگی آره دارم. ها همه پاسپورت تو یا اون کارت ملی تو آماده کردی تو کمد گذاشتی؟ نه نکردی. خب ترامادول خریدی؟ نه نخریدی. بابا کی میخوای ترامادول بخری؟ وقتی رسیدی به مرز عراق میخوای بخری. خب الان از الان دنبالش باید بری، هر روز میری بیرون بگو آقا من چجوری میتونم ترامادول به دست بیارم، چجوری ترامادول به دست بیارم. آقا کار آسونی نیست، همین یه دونه ترامادول هم خیلی سخته پیدا کردنش. من خودم تو آلمانش با 1000 زحمت ترامادول رو به دست آوردم، الان من تو کمدم ترامادول دارم. بعد این نقشه ها رو نگاه کنی، این گوگل مپس رو هر روز 2 دقیقه نگاه کنی، ببینی توی این مسیرها چجوری باید از کربلا برم اربیل، اینو دقت کنی، مثلا اینجوری برم بهتره یا اونجوری برم بهتره، پیش خودت حساب کتاب کن. بعد 2 دقیقه بگو بس دیگه، خسته شدم تمام شد. الان کارهای دیگه، مثلا کوله پشتی تو خب یه دفتر کوچیک برمیداری میخری، تو اون دفتر کوچیک مینویسی که من چی احتیاج هایی دارم، مثلا همون چیزهایی که منصور بهت گفته رو، همونا رو با هر چیزی که خودت فکر میکنی بنویس نوتلا. خب ولی نوتلا رو نخرا،
نمیگم بخر. نوتلا بنویس، نون سوری بنویس. الان میری بیرون، رفتی بیرون یه روز مسعود، دیگه من نوتلا رو کجا میفروشن؟ بگو. من قطعا اونجا اربیل فروشگاه داره و میفروشه اونجا. من میرم نه مثلا دوجم منو میبره یه فروشگاه تو اربیل، منم میخرم. باش میدونم، اوکی گرفتم. ولی نگاه کن، حساب شده بری جلو حفظ کنی بهتره دیگه. نگاه کن زنا رو دیدی میخوان یه چیزی بخرن، روی یخچالشون با آهن رو با یه چیزایی رو مینویسن. چرا اونا رو مینویسه؟ اونا رو وقتی یخچال باز میکنه میبینه نیست، مثلا میبینه ماست نیست، بعد ماست رو اینجا مینویسه رو اون کاغذه. تو هم باید همین کارا رو بکنی، اونا رو بنویسی. نوشتن چه کمکی میکنه؟ باعث میشه که بیشتر تو حافظت بمونه. دوم این که بعدا اون کاغذه رو میکنی میذاری تو کوله پشتی دیگه، رفتی رسیدی اربیل کاغذ در میاری میگه من اینو میخوام دیگه یه ساعت تو فروشگاه دور نمیچرخی وقت تلف بشه. دیگه میدونی چی میخوای. الان من هر دفعه میرم سوپرمارکت، خب میبینم بقیه زنا یه کاغذ ازشونه، سریع خرید میکنن، سریع حساب میکنن، میام بیرون. ولی من بدبخت دور مغازه هی دارم میچرخم، من چی میخوام، تو یخچال چی دارم، تو یخچال چی ندارم. چرا؟ چون ننوشتم. همین که ننوشتم من یه ساعت همیشه مغازم طول میکشیم و یادم نمیاد چی باید بخرم. تو هم یادت نمیاد چی باید بخری چون ننوشتی. همون بلا سر تو هم میاد. برای همین میگم نوشتن خیلی کمک میکنه. اصلا به مغزت اعتماد نکن. من اصلا به مغزم اعتماد نمیکنم. باهوشتر از شما هم باشم، باهوشتر از ماتیارم باشم، بهترین حافظه هم داشته باشم، میگم گورو باباش میخوام بنویسم یاد بگیر. الان این مثال رو زدم که متوجه بشی از الان دنبال آلمان رفتنت باشی، خب بعداً بهت کمک میکنه تو زندگی. وقتی میخوای بری کارا آسونتر میشه، خیلی کارا آسونتر میشه. این یه روش. دوم بدم ادامه بدم یا میخوای یه چیزی بگی؟ صبح که بیدار میشی گفتی که من چیز میکنم، دوش میگیرم. آیا ورزش میکنی؟ نه. خب اینا رو بیا بنویس، چون وقتی مینویسی آره خب ورزش هم میکنی؟ میکنم. من ورزش نمیکنم، دوباره شکمم داره باد میکنه. من میخوام اینا رو بنویسم. الان بیا شروع کنم، نکن الان بیا جلو خود بنویس. بیا یه دونه مثال، یه کاغذ بردار، یه دفتر بردار. بابا این دفتر خودکار تو ایران پیدا نمیشه مگه؟ من موندم چجوری پیدا نمیشه؟ خب آقا با خط خرچنگ قورباغه خودت بیا بشین بنویس. من دارم مینویسم. گوش کن. فردا مثل همون میا، فردا منصور سه‌شنبه. تاریخ چندم میشه؟ تاریخ هم بنویسم. 13 می 13 می. خب 6:30 بیدار شو بسکش. خب بعد نسکاف کاپوچینو درست کن. نوشتم کاپوچینو. بعد حرکت کن برو شهر اینجا، دنبال آیدی کارت برو مثلا. نوشتم. خب الان بعدی چی بنویسم؟ غذا بیکن بخر. نوشتم. آب میوه چی بخر؟ آب میوه چی؟ سیب بخر. تمام. نوشتم. بعد دیگه چی؟ ورزش کردن بنویسم. ورزش خود راه رفتن ورزش دیگه، کس ننش. خب الان در مورد دوش گرفتن.
اسم اتوبوس هم یادم ها. اتوبوس 11 3 رو باید. یعنی 113. اتوبوس 113 باید سوار. خب الان بعدی چیکار باید بکنم؟ من میتونم امروز هم بنویسم. امروز الان اون مال فردا بود. خب امروز روتین امروز. خب منصور، اینا برای منصوره. دوشنبه، امروز دوشنبه است، 12 می. خب امروز منصور باید چیکار کنه؟ واجبی بزن. حموم برو. خب نوشت. جغ چند بار زدم؟ جغ 2 بار زدم. 3 نه فعلا 2 بار زدم. یه بار دیگه جا دارم. خب الان اصلا مهم نیست که چی غلطه چی درسته، فقط کارهایی که بخوام بکنم و میخوام بنویسم. اصلا کاری ندارم بچه خوبی هستم یا نیستم. خب فردا قرص ریتالین بخور که خوابت نگیره. ظهرها نخواب، چون وقتی ظهر میخوابی دیگه شب نمیتونی بخوابی. باید بشینم با شما بحث کنم. بعد دیگه چی؟ 4 کلمه آلمانی یاد بگیر موقع قدم زدن در خیابان امشب. خب الان بعدی چی؟ اتاق را مرتب کن تا کسومت بکن. بعدی ظرف ها را بشور. به همین راحتی. زمین رو جارو کن. الان نکن اینایی که می نویسم ننوشتم آیا زمین رو جارو کنم، آیا ظرفا رو بشورم، آیا اتاق را مرتب کنم. اگر اینجوری با آیا شروع بشه مطمئنا مغزت میگه نه نمیخواد تمیز کنه، ولش کن. برای همین تو اینا رو می‌نویسی، به نظرت هم خیلی بچگونه میاد. خب میگی ای بابا اینا چی؟ اینا بچه بازی، اینا تابلوی دیگه. ولی همین تابلوها رو بنویس. هر چی هست، غذا بخور، آب بخور، هر چی که فکر میکنی رو بنویس. مسواک بزن، همه اینا رو بنویس. چون زندگیت بعدن روی روال میفته. من میخوام امتحان کنم دیگه. من دیگه تصمیم نمیگیرم، فکر نمیکنم، فقط میام این دفتر رو نگاه میکنم، هر کور سگ اینجا نوشته همونا رو میرم انجام میدم. هر چی باشه، غلط باشه درست باشه، به من دیگه نمیخوام فکر کنم، چون از فکر کردن خسته شدم. میخوام برم عمل کنم دیگه وقتی اینجا مینویسم دیگه برو انجام بده دیگه حرف زدن نمیخواد که، توضیح نمیخواد. آیا بکنم، آیا نکنم، آیا بکنم. آینه رو تمیز کن. تمام. آینه رو تمیز کن. خلاص. آینه قدی رو تمیز کن. آینه قدی دارم. آره آینه قدی دارم. که وقتی ماتیار اومد تمیز بود. آره نه کن. مال هر روز رو بنویس. مال هر روز. اگر خوابت برد خب مال فردا رو مثلا ننوشتی. فردا صبح که بیدار شدی میری حموم، خب یا حموم نرفتی بیا این کسیه رو بنویس. آقا من میخوام چیکار کنم؟ ساده ترین کار حالم بنویس. مثلا پیش خودت میگی بابا مگه من عقب ماندم؟ خب معلومه یادم میمونه. اومدم کنزه نشدم که آلزایمر که نگرفتم که اینا رو بخوام بنویسم. نه، من میگم همه اینا رو بنویسید. چرا؟ چون بعدا سرم با کونم داره پنالتی میزنه. خب دور خونه دارم میچرخم، با شما دارم صحبت میکنم، یادم میره چیکار باید بکنم. خدا شاهده نمیدونم چیکار باید بکنم. اگر من بلد بودم الان خونم تمیز بود دیگه. اگر من بلد بودم الان شکم نداشتم دیگه. اگر من ورزش میکردم، اگر من هر روز 4 کلمه آلمانی یاد میگرفتم، خب الان من آلمانی بلد بودم. هیچی نمیخونم. نه دیروز آلمانی یاد گرفتم، نه پریروز خونه رو تمیز کردم، نه ورزش کردم، نه واجبی زدم.
هی دارم این دست و اون دست میکنم، بیا بکن دیگه، بیا بکن این کارا رو بکن. بعد به خودت خب یا به دوستات بیا تعریف کن. بعدن که اومدی با ما صحبت کنی بیا بگو من این کارا رو کردم. الان یه دفتر بردار پارسا، خیلی حال میده ها، خیلی حال میده وقتی این کارا رو انجام میدی. حالا هر کاری رو نکردی خب فرداش دوباره اضافه کن برای برنامه فرداد، روتین فرداد. مثلا فکر کن حموم نرفتی، واجبی هم نزدی، خب الان دوشنبه است نکردی، سه شنبه این کارو بکن. خب سه شنبه بنویس، یعنی بعد سه شنبه هم فکر کن نکردی ولی چهارشنبه هم بنویس، چهارشنبه هم نکردی حموم نرفتی دیگه، هیچی دیگه واجبی هم نزدی، پنجشنبه بنویس، پنجشنبه هم نکردی دیگه، خیلی دیگه کنگو شدی، جمعه هم بنویس. وقتی 5 بار نویسی دیگه خودت دیگه میره تو مغزت، یعنی اصلا یعنی رفته تو حافظت، میگی بابا من سری برم این دهن من رو گاییدم، هر روز دارم اینو مینویسم، هر روزم انجامش نمیدم. وقتی هر روز انجامش نمیدی عذاب وجدان میگیری، میگی بابا این کجاست، من واجبی کجاست، من یه واجبی بکشم به خودم، پشم و پیلیامو بزنم، تمام شو بره و سریعتر کارا رو انجام میدی. خب دیگه بیشتر از یه هفته طول نمیکشه. باورت میشه من الان چند ماهه یک کلمه هم آلمانی نخوندم؟ باورت میشه پارسا بهت بگم نزدیک 2 ماهه یک کلمه هم آلمانی نخوندم. 2 ماهه، 2 ماهه هیچی نخوندم، حتی اون 4 کلمه هم نخوندم، هیچی نخوندم. چرا؟ چون همش میگم اگه بخوام شروع کنم درست حسابی میخوام شروع کنم، یه جوری میخوام شروع کنم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن، مثلا اینجوری، مثلا حاجی اینجوری. یاد بگو. یه داستان افتادم. یه یاروه دوغ رو میریخت توی دریا و میگفت که میخوام آبدوغ درست کنم. بعد گفت و من گفتم نمیشه توی دریا آبدوغ درست کنی که. گفت ولی اگه بشه چی بشه؟ آره قشنگ یعنی بود. مثلا یه نفر میخواد بره مثلا آلمان و مثلا میگه اگه من برم تلاشی هم واسش نکنه، مثلا تنبلیش بیاد بگه مثلا اگه بشه چی بشه برم آلمان. هی ای بشینی و کاش. آره هی بشینی و حرف بزنی دیگه، هی بشینی در موردش مثلا نقشه درست کنی، نقشه ببافی از اینجا برم اونجا. من یه دوستی داشتم اسمش سردار، حالا بهش میگفت اسمش محسن بود ولی میگفت به من بگی سردار، حالا ما میگفتیم باش سردار. بعد این سردار میومد چیکار میکرد؟ میگفت منصور من میخوام بیام آلمان. میدونستی چقدر پول داشت؟ 10,000 یورو پول داشت، خدا شاهده. من میگفتم با 10,000 یورو مثل اربابا میتونی بیای. میگفت نه بذار یه 2,000 یورو دیگه جمع کنم. 2,000 یورو دیگه جمع کردن میام. آقا من میگفتم بابا حرکت کن، الان حرکت کن برو. میگفت نه، همه راه ها اون دریاچه ها رو همه رو حساب کتاب کرده بود. یعنی میگفت از اینجا تا اینجا 3 روز میشه، از اینجا تا اینجا 4 روز میشه، از اینجا تا اینجا 2 ماهه من میرسم آلمان، اینجوری حساب کتاب میکرد دقیق. و همه حساب کتاب کرد، رفته بود با اونایی که رسیده بودن ایتالیا، با اونایی که رسیده بودن یونان، با اونا تلگرامی صحبت میکرد، تلگرامی با اونا صحبت میکرد، با قاچاقبر صحبت میکرد، با قارزیا اوکی کرده بود، همه چی رو اوکی، ولی پول نداده بود، پول نداده بود، فقط صحبت کرده با قارزیا خوبی فلان، اونا گفته پولو بریز مشکل نداره. بعد این نیومد. باورت میشه الان از اون قصه 2 سال گذشته، باورت میشه نیومد؟ هیچی نیومده. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ پارسا کجایی؟ بگو دیگه. چون چرا نیومد؟ میخواست توی دریای بزرگ آبدوغ درست کنه. آره چون این همون آدم مثال خب آبدوغ است. آره چون این آدم اصلا حرکت نکرد، اصلا هیچ جا نیومد، تا ترکیه هم نیومد، پاسپورت داشت، میتونست تا استانبول بیاد، همه چی اوکی بود ولی نکرد.
نکرد همش اونجا وایساد میگفت الان زوده، الان ولش کن، فردا ولش کن، فردا سرد هوا، بذار هوا یه خورده گرم بشه، تابستون بشه، سال بعد بشه. وایساد تا تابستون. اول تابستون بود، تیر ماه بود میخواست بره، ولی تیر ماه نرفت، رفت سال بعد گفت بهار میخوام برم. بهار شد، بهش زنگ زدم گفتم بیا، گفت که وایسا الان خیلی زوده، یه خورده هوا گرمتر بشه، بارون میاد، بهاره. دوباره بهار رو هم رد شد، گفتم الان بیا دیگه، چرا نمیاد؟ میگفت که یورو گرون شده، دلار گرون شده. میگفتم بابا چیکار با یورو دلار داری؟ تو اینقدر پول داری که راحت میتونی بیای، خیلی پول داری، وضع توپه، عقل درست درمونم داری، میتونی بیای. نقشه ها هم همه رو بلد بود، همه لوکیشن ها رو یاد داشت، ولی باز نیومد. دوباره بعد 2 سال به من زنگ زد، همین تازگی ها، یه ماه پیش. گفت منصور من بگاه رفتم، الان پیر شدم، نمیتونم راه برم، کمرم درد میگیره، وقتی یه سربالایی میرم بالا کونم پاره میشه، نمیتونم کوهو برم بالا. من بهش میگفتم ترامادول میخوری؟ خب میگفت نه بابا، ترامادول بخورم خب فقط مثلا تا 1 ساعت میتونم راه برم، تا 2 ساعت میتونم، بازش خسته میشم. خب گفتم خسته شدی بازم یه ترامادول دیگه بخور. بهانه های الکی، بهانه های الکی، کسشه. من فهمیدم این آدم مرد عمل نیست، یعنی دوست نداره بیاد انگار الان که ببین این از خودش سوال میپرسه. بگو. این دوشنبه 20,000 دلار پول داره، یعنی هم 10,000 دلار برای من گذاشته، 10,000 میدونم، دلار هم برای خودش، یعنی ولی شاهانه پارسا راحت پول اینا، پول اینو بهش پس بدی یا خدایی نامردیه. پول دوشمو می‌دم. حتما بهش بده، خورد بده. خب من از مادرم من 2000 میخوام یورو گرفته بودم، همه رو خورد بهش دادم 2000 یورو رو. بازم میخوام بهش بدم تازه. یعنی تو اگه هر چقدر تونستی بهش پس بده. مثلا خورد چجوری؟ هر ماه براش 50 یورو بفرست پیش خودت، تو دفترم بنویس 50 یورو دادم، 50 یورو دادم، 50 یورو دادم. بعد این 50 یورو سالی میشه چقدر؟ سالی میشه 700 یورو. فکر کنم 700 یورو اینا. شاید بیشتر میشه. آره همین حدودا میشه، 700 یورو میشه سالی. 700 یورو. اگر 100 یورو بهش بدی، 100 یورو بهش بدی نه دیگه 1200 ببین یورو میشه. 50 ضرب در 12 نمیدونم، بلد نیستم آخه. 5 که 5 تا 600 یورو 600 یورو میشه. 600 سالی 600 یورو. سال 600 یورو. بعد که بری سر کار، خب بهش بیشتر بده، 200 یورو بده. و خودت حساب کتاب بکن دیگه، یعنی پولشو بهش پس میدی یواش اینجوری. و ازش اینجوری هم رفاقتت پابرجا میمونه، خب هم دوجم ازت ناراحت نمیشه. حالا درسته میگه نمیخواد بدی، ولی اگه 50 یورو بود نمیخواد بدی، ولی وقتی 10,000 یورو داره حال میده بهت، اینو باید پس بدی، اینو باید خدای پس بدی. اگرم گفت آخه نمیخوام، ببین بازم بهش دوژم بگو من میدم. تعارف میکنه. عیب نداره، تعارفم کرد، تو بگو من میدم، چون من برای من خودم میخوام رفاقت ارزشش بیشتره. اینجوری بگو. ولی اگر 40 میلیارد دلار 40 میلیارد تومان بهت داد، دیگه اونو پس نده، ولش کن، اون نمیخوام پس بده دیگه. دوشم کسخله که اونقدر پول بده. ولی 10,000 یورو پولی نیست. به خاطر 10,000 یورو رفاقت تو خراب نکن، 10,000 یورو رو بهش پس بده. فهمیدی؟ اگر 40 میلیارد بهت داد، اون موقع دیگه پس نده. 40 میلیارد این چیه؟ من مثلا پول اونم میدم و پول خودم رو میخوام بیشتر و بیشتر کنم، چون برنامه ها دارم برای پول، میدونم. اگه بخوای یعنی برنامه ها داشته سرمایه باشی، گذاری و خب اگه بخوای خونه میخوای بسازی، آجر بساز خونه رو. اگر میخوای آلمان بری، قدم به قدم برو. چون آلمانیا یه زبان مثل دارن، اسخیت با اسخیت، یعنی قدم به قدم. اینجوری فقط قدم به قدمه که تو میتونی موفق بشی.
راز موفقیت همون قدم به قدمه، چیز دیگه ای نیست. چون عشقی باش. اسخیت بای اسخیت. خب گوش کن حاجی یه حالا، گوش کن. چیزی ما بگیم که پیام های یه چیزی، یه فکر خوب، من میگم بگو. مثلا نوشتن قدیمی شده، من میگم بنویسیم پیام های ذخیره شده تلگراممون مثل نوشتن دیگه. نه اون برنامه کسشعره، اون کسشعره. مثلا چک کنیم. من که زدم نه حال نداد. من تو پیام های ذخیره شده خوبه زدم نوشتن حال کسش. نداد خدا شاده. حالا این میا هم داخل گوگل کلندر می نوشت، خب هر کی یه جای می نویسه، ولی من به نظر من تو دفتر بنویسی خیلی بهتره، چون باید یه جایی باشه، دلیلش الان دلیلش رو بگم، یه جایی باشه جلوی چشت باشه، هر روز ببینیش این کسچرا رو، هر روز ببینی، یعنی هر روز وا کنی این کسچرا رو بخونی. ولی توی مثلا تو تلگرام ذخیره ها باشه نمیخونی. باید یه جایی باشه چشات ببینتش، هی ببینه. من میذارم بالا یخچال یا میذارم رو ماکروفر یا بغل ماکروفر میذارم که میخوام ببینمش این کسکشو، یعنی اصلا قشنگ میذارم اینجا، میگم کسکش اینو ببین امروز برنامه چیه، برنامه فردا چیه، بنویس. به نظر من بنویسی یه کمکی میکنه به مغزت که خودت با خط خودت نوشتی، دست خطت خوب میشه. یه کمک دیگه هم میکنه که اهمیتش رو نشون میده، دنیای واقعیه. ولی توی تلگرام خب دنیا واقعی نیست، همه کسچره، دنیای خیالیه. اینجا یه دنیای خیالیه دیگه. الان این دختره خیالیه، اصلا واقعی نیست. گفتم حرفمو فهمیدی؟ یعنی الان تو واقعی نیستی که الان این سوارز که کشیدی، سوارز که نیستی که تو. خب حالا مجازیه دیگه، رفیق مجازیه، همه دنیاش هم دنیای مجازی. میدونم الان پشت این خط داره صحبت میکنه، سوارز نیست دیگه، یه آدم دیگه است. خب حالا گوش کن. من میخوام مارتورم بنویسم. پارسا امروز. بگو امروز میخوای چیکار کنی؟ الان ساعت 6:30. بگو چیکار کنی؟ هر چی هست بنویس. یا پارسا فردا رو بنویسم، نظرت چیه؟ پارسا فردا. حرف بزن. خب زبون تو مش خورده، بگو دیگه. الو. ای بابا پارسا، میگم یه دونه بگو، یه دونه روتین به من بگو بله ببینم بلدی یا نه. یه روتین فردا تو بهم بگو، من میخوام اینجا بنویسم. فردا 6:30 بیدار میشی؟ چند بیدار آقا میشی؟ 6 بیدار چیکار؟ میشی؟ خب روتین بگو همینجوری الکی بنویسیم. الان چیکار به روتین من داشتی 6:30 تو؟ بیدار میشم، 6:30 میرم میدوم دوش آب اول دوش میگیری یا گرمو اول میدوی؟ بخرم، میگم بخرم برم. دوش آب اول گرم میدوم. اول میدوی. خب خب بعدی دوش آب گرم بعدش میای تلگرام. بعد یاد بعدش نمیاد. مثلا فردا میخوام برم یه سر داروخونه بزنم. بعد داروخونه. یه سر میخوام به داروخونه بزنم آفرین. تمام باشه. اوکی گرفت. خب برای بعدی رو بگو. خرید ترامادول و ترامادول. یه سرم بعدی گوگل مپ برای چک کردن راه ها. گوگل مپ 2 دقیقه. میرم دنبال کوله پشتی مناسب، میرم دنبال یک کوله پشتی مناسب میگردم برای اینکه مناسب. سفر رو انجام بدم باشه و آفرین. چیزهایی که توش لازمه. حالا اون چیزها رو بخری بذاری توی
کوله پشتی آخه معلوم و نیست که الان اینکه میخوای یک بری، یه ما دیگه. چیزم بگم که بقیه این چیزا رو مثلا بقیه برنامه یه زندگی عادی میکنم، یعنی هر کاری مثلا دلم خواست. اینا کارهای روتینی هست، سر زدن به داروخونه و بویه. اینا مثلا آره روتین همه تا یه ماه. اما من اینجا نوشتم بعدش مثلا یادگیری آلمان. زندگیمو میکنم، میرم مثلا با رفیقام بیرون. باش فهمیدم اوکی. نگاه من اینجا یه چیز نوشتم هدف من اینه یادگیری آلمانی، دویچ لرنه. بعد همین دویچ لرنر هم اشتباه نوشتم، ولی اینو نوشتم روی کمد گذاشتم، ولی خدا شاهده اصلا انجامش نمیده، اصلا بعضی وقتا اصلا نمیبینمش، اونو رو کمد هست. خب چرا نمیبینم؟ ایرادش اینه که ما نمی نویسیم، هر روز باید بنویسیم یادگیری آلمانی. اینجا امروز یادگیری آلمانی، بعد دوباره فردا یادگیری آلمانی. بعد میگی منصور این یه چیز تابلویه دیگه، چرا هر روز داره مینویسی؟ تابلویه دیگه، برای چی مینویسی؟ چرا باید بنویسی؟ چون بنویسی که عذاب وجدان بگیری انجامش بدی، وگرنه یه بار بنویسی بعد بچسبونی به کمد یا بچسبونی به دیوار که دیگه انجامش نمیدی. مهم معنی نوشتن یعنی چی؟ یعنی نوشتن اینه که تو عذاب وجدان بگیری و انجامش بدی، وگرنه که منم میتونم الان یه کاغذ بنویسم آقا من میخوام آلمان برم، ترامادول میخوام، اسمش چیه، گوگل مپ یاد بگیرم، پلو پشتی بخرم، بعد این کاغذ رو بردارم یه جایی روی دیوار یا یه جایی لای دفتر بذارم، برم تا یه ماه دیگه، برنامه‌ام تا 2 ماه دیگه تمام شد. نه اصلا انجام نمیدم، هیچ کدومش هم انجام نمیدم. شاید یکیش انجام بدم ولی بقیهش انجام نمیدم. معنی نوشتن چیه؟ معنی نوشتن اینه تو هر روز بنویسی همون گوهو، مثل مشق هر روز بنویسی، هر روز بنویسی. بعدی که مغز تازه میفهمه یعنی آها این کوله پشتی میخواد، حالا فهمیدم. آره بگو. یعنی میگی من دوباره خواستم اون کارا رو انجام بدم دوباره بنویسم، یعنی نذارم برای 2 ماه مثلا نه بچسبونم دیوار. آفرین اشتباه همون من دیگه، دقیقا همینجاست. مثلا آفرین خوب اشاره کردم. تمرینات فوتبال مثلا من میکنم مخصوص 12 ماه من چسبوندم دیگه نمیخواد هر روز بنویسه. آفرین درسته حتی تو همونا رو مینویسی دوباره تکرارها، دوباره همونایی که رو دیوار چسبوندی رو داری مینویسی، درسته؟ با یه خورده جزئیاتش عوض بشه، یه خوردهش فرق کنه مثلا، ولی یه فرقی داره. فرقش اینه دوباره تو داری اینو مینویسی مثلا و روشن عذاب باشی وجدان میگیری. چی؟ بگو چی میخواستی بگی؟ ای بابا صدات نمیاد وقتی من دارم حرف میزنم، تو حرف میزنی من صدات دوجم نمیشنوم. وایستاده، بذار گوش کنم. میخوای بکنته؟ تو بگو. باشه آقا، منم میدونم الان اینجا نوشتم، میگم دیگه بیا اینا نوشتم، 2 ساله که اینو نوشتم، بذار من عکسشو برات نشون بدم. چجوری عکس بگیرم؟ بلدی؟ اینها رو کمدم نوشتم، بیا نگاهش کن. نوشتم یادگیری آلمان. خب من اینو 2 سال نوشتم، پس چرا نمیخونم؟ خب ایرادش همونه که می نویسی و ولش میکنی. معنی روتین یعنی چی؟ یعنی خود نوشتن رو باید روتین کنی، خود نوشتن باید روتین بشه. یعنی همین که تو هر روز گوه بنویسی مثل مشق،
آدم‌های پولدارم این کارو میکنن، میا هم این کارو میکنه. من باید به کوروش بدم و خب بلده دیگه. من باید مسواک بزنم و فکر میکنی بلد نیست؟ بلده، همیشه داره انجام میده. ولی تو باید به همچنان بنویسی اینقدر بنویسی که دیگه دفتر پر بشه. این دفترش 80 برگ پر بشه، بری یه دفتر دیگه بگیری، یه دفتر دیگه بنویسی، هی بنویسی. معنی روتین یعنی این. من چیزی که خودم فهمیدم به غیر از این باشه، اگر روزی ننوشتی بدون دیگه اون کار رو انداختی پشت گوش، دیگه انجامش نمیدی، دیگه یعنی نمیخوای انجام بدی، کلا دیگه شدی تنبل. معنی نوشتن اینه که تو رو از تنبلی بیاره بیرون. هی چشات ببینه این صحنه رو، هی ببینه. وقتی دوباره مینویسی منظور دوش مثلا نگاه کن، 6:30 بیدار میشوی، خب میدوی، دوش آب گرم میگیری، داروخانه میری، درامادول میری، گوگل مپ 2 دقیقه یادگیری یاد میگیری، راه ها رو چک میکنی، کوله پشتی مناسب بده. تا کی اینو مینویسی؟ تا روزی مینویسی که اینو انجام بدی. بعد این بشه روتین زندگی، یعنی اون دفتر پر بشه. الان تو من میتونم شرط ببندم که بعضی روزا 6:30 این بیدار آخه نمیشه. ببین موقته، بگو فوقش برای یه ماه، فوقش برای یه ماه. چی یه ماه متوجه نمیشم. چی یه ماه؟ یه ماه چی؟ یه ماه چی؟ من نفهمیدم حرف تو. یه ماه چی؟ یه همین برنامه‌ای که من به تو گفتم فوقش برای یه ماه، یعنی قرار نیست هر روز گوگل مپ چیز کنم یا خب تا برم. روزی که مسلط بشی دیگه، تا روزی که روتین تو عوض کنی این باید باشه. مثلا این یادگیری آلمانی، تا روزی که من آلمانی یاد بگیرم این ادامه داره. حالا میتونه 2 سال باشه، 3 سال باشه، 4 سال باشه، یه ماه باشه. وقتی یاد گرفتم الان دیگه از روتین میخوای پاکش کنی دیگه. الان میخوای پاکش کنی. آقا بیا دیگه از فردا اونو دیگه ننویس. الان من گوگل مپ رو نمی نویسم دیگه توی نقشم. من گوگل مپ نمی‌نویسم. الان من ترامادول رو نمی نویسم چون دیگه به کارم نمیاد زندگی. ولی باور کن همین ترامادول هم به کارم میاد. بس بنویسم. اینجا چی نوشتم؟ روتین فردا. برو مطب ترامادول بگیر. تمام. بیا نوشتم. الان اگر من فردا نگرفتم دوباره چهارشنبه باید بنویسم اونو. نگرفتم پنجشنبه باید. ولی اگر گرفتم دیگه نمی نویسم دیگه. جمعه دیگه نمی نویسم چون گرفتمش دیگه. جمعه یه چیزای دیگه می نویسم. ولی یه سری کارها هست خب سخته، مثل همون ورزش کردن، مثل همون دوش گرفتن. برای چی باید بنویسی؟ مثل مسواک زدن. اینا سخته. باید اینقدر بنویسی که دیگه ملکه ذهنت بشه. یعنی یه دفتر پر کردی، بعد اینکه دفتر پر شد دیگه ننویس، دیگه میخوای ننویس، دیگه رفته تو کلت، دیگه رفته تو کلت. چون مغز ما با یه بار بهت میخواد گول بزنه، میگه که پارسا فهمیدم دیگه چرا این کسشه رو هی دوباره مینویسی، بسته دیگه چند بار مینویسی، ولم کن بابا، چیزای تکراری چرا هی مینویسی اینو؟ در صورتی که تو بهش بگو آقا 2 دقیقه است دیگه من میخوام اینجا یه چیزی بنویسم، تو چیکار داری؟ 2 دقیقه من میخوام یه کسچر بنویسم، مال فردا رو میخوام بنویسم، تو چیکار داری؟ وقتی اینو هر دفعه بنویسی حفظ میکنی، دیگه نیازی نیست دفتر رو بری نگاه کنی. ولی مثلا من فردا صبح باید بیام دفتر رو نگاه کنم بخونم، الان چیکار کنم. ولی وقتی هر روز بنویسی دیگه هم اینجا رو دفتر است، هم تو کلت میره، حافظت هم قوی تر میشه. تازه هر چقدر بنویسی بعد دیگه اتوماتیک میری بیرون، اتوماتیک داری میری سمت داروخانه، یه داروخانه پیدا کنی ترامادول بگیری، اتوماتیک میری سمت کوله پشتی فروشی، آقا این کوله پشتی چند، آقا این یکی چند. اتوماتیک خودتو داری آماده میکنی برای آلمان رفتن.
اتوماتیک هدف پیدا میکنی تو زندگی. من که میخوام این کارو بکنم، چه انجام بدی چه انجام ندی ها. یعنی چه بکنی چه نکنی مهم نیست. مهم اینه که اینا رو بگیری بنویسی هر روز به اندازه دفتر 80 برگ بنویسی. من که میخوام این کارو بکنم. حالا ببینم حداقل تو زندگیم همین رو یاد میگیرم. من شاید یه آدم کنگوشادی بشم. خب پارسا تا الان تو زندگیم هیچ موفقیتی به غیر از آلمان رفتن نتونستم انجام بدم. الان من میخوام کانال یوتیوب بزنم. خب این بزرگترین آرزومه. چیکار باید بکنم؟ باید من هر روز اینجا بنویسم کانال یوتیوب بزن. بعد فردا سه‌شنبه کانال یوتیوب بزن. دوباره چهارشنبه کانال یوتیوب بزن. پنجشنبه کانال یوتیوب بزن. جمعه کانال یوتیوب درست کن. اینقدر اینو مینویسم که دیگه آخر یه دفعه میبینی منصور کانال یوتیوب زده. ولی اگر ننویسم این آرزو رو باید با خودم به گور ببرم. من حتی میگم آلمان رفتنت هم بنویس. مثلا یه جوری اشاره‌ای بنویس. الی برو بنویس. مثلا خانواده هم اگه دیدن نفهمن چیه. الی برو. الی یعنی چی؟ الی خارج دیگه. پارسا نظرت چیه؟ جی جی مخفف جی مخفف چیز آره یه چیزی مثل الی برو یا ال جی برو. راست. یه رمزی بنویس اونو. نه جی مخفف است دیگه. آلمان چی بود با جی شد؟ جرمنی. خب جی برو. بنویس جی برو. اینقدر بنویس تا دیگه این بره تو کلت. این بشه آرزود، این بشه هدف زندگی. مثلا پتو رو میخوای بشوری، بنویس پتو رو بشور. الان شاید فردا نشوری ها، شاید پس فردا هم نشوری، شاید پنجشنبه هم نشورم، شاید جمعه هم نشورم، شاید شنبه هم. ولی انقدر مینویسم تا بره تو کلم دیگه. من باید پتو بشورم. یعنی میشه هدف زندگی. انقدر مینویسم هدف زندگی. الان این کلش رویال چیکار میکنه؟ فکر میکنی کلش رویال چیکار میکنه؟ کلش رویال هر روز منو یه کاری کرده، هر روز من برم بهش یه بار سر بزنم. الان رفته تو مغزم. خب به من مغزم میگه منصور کلش رویال برو. دوباره یه روز دیگه میگه منصور وار بزن. الان دوستای من همینجوری هست. یعنی به خاطر وار بلند میشن میان کلش رویال، وارو میزنن میان بیرون. اصلا از اون کار خوششون نمیاد. اصلا از کلش رویال هم خوششون نمیاد. ولی چون شده روتین زندگیشون، تو مغزشون هک شده. مثل منصور الان برای من هک شده دیگه، تو مغزم هک شده. و چرا ما معتاد نارد رویال نمیشیم؟ چون نارد رویال وار نداره. نارد رویال اصلا هدف نداره. یعنی برای همین نارد رویال رو بعد یه مدت ول میکنی میری. ولی کلش رویال هدف داره. هدفش چیه؟ برو اون جایزه ها رو بگیر، فصل جدید شده، برو جایزه ها رو برو بردار. اینجوری به بعد میگه که منصور برو صندوقا رو باز کن، برو وار بزن. هی به من دستور میده. رفته تو کلم. عین یک کرم کلش رویال هست. کرمش رفته تو کلم. برای اینکه پتو هم مثل یک کرم بشه بره تو کلت، یا همین کوله پشتی هم بره تو کلت، اینو هی بنویس هر روز بنویس میره تو کلت آش. به همین راحتی. مثلا این دوش آب گرم یا دوش آب سرد هر روز بنویس. حالا تو دوش آب سرد هم نمیگیری یا اصلا دوش آب گرم میگیری همیشه، ولی چون اینجا داری مینویسی بعداً یواش یواش دوش آب سرد هم میگیری. همه اینا رو یاد میگیری. من همیشه اولش دوش آب سرد میگیرم، بعدش
دوش آب گرم میگیرم، برای همین میچسبه بهم. هم دوش آب سرد گرفتم هم دوش آب گرم گرفتم، اینجوری حال میده بهم. اولش یه دوش آب سرد میگیرم، یخ میزنم، بعد یواش یواش آب گرم میشه خودش اتوماتیک، بعد که گرم شد دیگه دوش آب گرم میگیرم. قبلا آخراش هم دوش آب سرد میگرفتم، ولی الان دیگه حال ندارم، همون با دوش آب گرم میام بیرون. این 6:30 بیدار شدن، ساعت چند خوابیدن، اینا رو هر روز بنویسی. مثلا اینجا بنویس من 11 باید بخوابم. اینو هر روز بنویسی 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 بنویسی. شاید مثلا امروز ساعت 2 بخوابم، شاید ساعت 12 بخوابم، ولی اگر هر روز بنویسم آخرش بعد مثلا این دفتر رسید صفحه 40، خب رسید صفحه 30 یا صفحه 40 رسیدم، اون موقع میره تو کلم تمام، چون 40 بار اینو نوشتم دیگه. فکر کن 40 بار نوشتم منصور 11 باید بخوابی، منصور 11 باید بخوابی، منصور 11 باید بخوابی. هر روز دارم این کسیه رو مینویسم تو دفتر. خب میره تو کلم دیگه، تمام شد، رفت توی کلم. الان دیگه اتوماتیک ساعت 11 میشه یاد چی میفتم؟ یاد این دفتره میفتم که این کسیه رو هر روز مینویسم. میرم بچه‌ها کار ندارید 11 شده من میخوام بخوابم، یا مثلا 12 شده من میخوام بخوابم. به خاطر چی؟ به خاطر که این 11 رفته ملکه ذهنت شده، رفته تو کلت دیگه. به این میگن روتین. قشنگ توضیح میدم خدایی؟ بارسا نظرت راجع به چیه؟ توضیح دادم. مثل اون ماتیار ایلیان بود. مثلا حرفاشون یادم بره، حرفایتون آره من میدونی قشنگی یه توضیح دادن چیه؟ توضیح دادن اینه که تو با مثالهای مختلف توضیح بدی. یه دونه مثال نباید بزنی، باید 7 تا مثال بزنی. خب من اینو خودم یاد گرفتم، 7 تا مثال بزنی، هم تو کله خودم میره هم تو کله تو بهتر میره. ولی اگه یه دونه مثال میزدم همون اولش این مثال کوی رو میزدم، خب تمام شد، سری یادت میرفت. ولی چون 7 مدل مثال میزنم، خب برنامه رو هم ضبط میکنم، بعدا دوباره گوش میکنی، بیشتر تو کلت میمونه. دقیقا همین روش معتاد شدن همینه دیگه. آدما چرا معتاد میشن؟ ما چرا جهل میزنیم؟ چون که این کار رو هر روز انجام میدیم. وقتی هر روز انجام بدی میشه معتاد. ولی اگر هر روز روتین رو بنویسی میشه یه آدم منظم، یا آدم دیسیپلین دار میشه. هر روز اگه بنویسی به آرزوهات میرسی. الان اونایی که یوتیوب زدن فکر کردی چجوری یوتیوب زدن؟ هر روز نوشتن من میخوام کانال یوتیوب بذارم، من میخوام کانال یوتیوب بذارم، من میخوام کانال یوتیوب بذارم، من میخوام کانال. سه شنبه اینو گفته، چهار شنبه اینو گفته، پنج شنبه اینو گفته، تا دوشنبه دوباره سه شنبه اینو نوشته. اگه تو اینو 40 بار بنویسی مطمئن باش تو میشی یوتیوبر. اگه 40 بار هر روز بنویسی من میخوام جی برم، من میخوام جی برم، من میخوام جی برم، من میخوام جی برم، تو میره جی. فهمیدی دیگه جی یعنی چی؟ الان من هر روز بنویسم من میخوام آمریکا برم، من میخوام آمریکا برم، من میخوام آمریکا برم، بعد 80 روز، بعد 3 ماه یه دفعه منصور میبینی دیگه آلمان نیست، منصور رفته آمریکا. چون رفته تو کلم دیگه، رفته دیگه رفته تو کلم، مثل یه موزیکه که از تو کلم بیرون. بکن چیه؟ کدوم کار؟ یعنی آلمان بری آمریکا این کارو. نه بعد اینکه رسیدی، آره بعد اینکه رسیدی اینجا، مثلا هی به خودت بگو بنویس، بعد یه دفعه میبینی که رفتی، یه دفعه میبینی آمریکایی. چرا؟ چون اول باید بره تو کلت بشینه. چون الان ما 2 تا مغز داریم، یکی مغز حیوانی داریم، مغز ضمیر ناخودآگاه داریم، ضمیر ناخودآگاه بهش میگن. یه مغزی داریم مغز خودآگاه. الان با خودآگاه حرف میزنه. خب ولی وقتی هی بنویسی یواش یواش میره تو مغز ناخودآگاهه. وقتی یه کاری بره تو مغز ناخودآگاهه دیگه تو عاشق اون کار شدی، باید اون کار حتما انجام بدی، چون معتاد شدی. آمریکا رفتن شده اعتیاده.
آلمان رفتن اعتیاد شد. من همیشه هر روز مثلا روانشناسی کلاس میرفتیم توی بوسنی، بعد به ما میگفتن اولین آرزو چیه؟ میگفتیم آلمان، ما میخوایم آلمان بریم، ما میخوایم آلمان بریم. فقط میگفتیم آلمان آلمان. پلیس ما رو میگرفت میگفت کجا داریم میریم؟ آلمان. ها مثلا میگفتیم بریم به سلامت اروپا، آلمان، ما میخوایم بریم آلمان. بعد دیدم نمیشه اینجوری، بعد گفتم بذار کوچیک‌ترش کنم بکنمش ایتالیا. گفتم من هدفم فقط رسیدم به ایتالیا، تمام شد. من فقط ایتالیا میخوام برم، ایتالیا 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 ایتالیا. دیگه اینجوری کردم مغزم درست کار میکنه. الان من هدفم چیه؟ در مورد آلمانی یاد گرفتم. البته گندش نمیکنم، مینویسم چی؟ من 4 کلمه آلمانی میخوام یاد بگیرم، من 4 کلمه آلمانی میخوام یاد بگیرم، من 4 کلمه میخوام آلمانی یاد بگیرم. ولی اگر بگم من میخواهم آمریکا برم، اگر تو ایران باشم مطمئنا هیچ موقع نه آمریکا میرم نه آلمان میرم. به نظر من پله پلش کنی، بگو من میخوام کربلا برم، بعد که رسیدی به کربلا بگی من میخوام اربیل برم، بعد که رسیدی به اربیل بگو من استانبول میخوام برم، بعد که استانبول رسیدی بگو من یونان میخوام برم، بعد که رسیدی یونان بگو من ایتالیا میخوام برم. الان از یونان یه دفعه با کشتی میشه رفت ایتالیا، خیلی آسونه. با کشتی نه، کامیون، سوار کامیون میشی، بعد پولش هم دوزم میده، بعد شما اون کامیونه میره داخل کشتی، کشتی میره توی ایتالیا پیاده میشه، کامیونه از تو کشتی میاد بیرون. همین که اومد بیرون، خب شما در کشتی رو در کامیون رو بزن تق تق تق. بعد اینکه در رو زد، اون راننده یه جا استاپ میکنه، شما پیاده شو. شما کجایی؟ ایتالیا. به همین راحت. چی؟ مایک یه لحظه یه صدای عجیب غریبی میاد. چون الان یه دفعه گندگوزی بکنیم میخوام برم آمریکا بگی نمیگیری، مثل همون قضیه رفیقم میشه. البته تو ذهنت میتونی داشته باشی، تو ذهنت داشته باش، ولی اونی که باید تکرار کنی یه چیز کوچیک‌تر باشه، خیلی بزرگ نباشه. مثلا الان من بگم من زن میخوام، خب نمیتونیم به زن برسی. تو باید چی بگی؟ باید بگی من دوست دختر میخوام، یا یه خورده کوچیک‌ترش کن بگو من کس میخوام. خب وقتی میگی من کس میخوام دیگه هر چی میتونه باشه، میتونه پیرزنم باشه، پیرزنم کس داره دیگه. هر چی باشه. بعد اون کسه رو میکنی دوست دخترش که شد میکنی زنت. پله پله. خوب گفتم اینو. ولی آدم کی مثلا میگیره چیز پیرزن چروکیده است آقا. بابا حال میده، پیرزن جا افتاده خوبم داری. من پیرزن دارم، پیرزن سراغ دارم چروکیده نیست.